سلام بچه، خوش اومدین به ویدیو دیگه. و من همین امروز که این ویدیو آپلود شده دقیقا همین روز من اومدم به یوتیوب. بیام دوره بدیه ولی من اصلا به خاطر درآمد نیومدم. من فقط به خاطر دوره همی و ویدیو گذاشتن و حالا یه سری از یوتیوبرها که واقعا کارشون گرفته واسه درآمد داشتن، ولی یه سری جزئیات هم بهتون بگم. و این اولین ویدیو لانگ ما هستش و اگه بدون ویدیوی شورت هم من گذاشتم تو یوتیوب، میخوایم این نگاه کنید، لایک کنید، دنبال کنید. بچه‌ها من اصلا اونجوری نیستم که حتما باید ساب کنید، حتما باید چیز کنید. نه، اگه دوست داشتین ساب کنید، دوست نداشتین نکن. از اونجایی که من سنم خیلی بالا نیست، فکرم 11-12 سالمه، اصلا اونقدرم به چیز مشهور بودن که نه، یعنی دنبال زیاد نمیخوام. همین که بتونم توی چیزی پیشرفت کنم خودش برام خیلی. یه گیم پلی هم واسهتون از کالا الان دارم میذارم. خودکشی کردم، نگاه کنین. حالا خواستین دنبال کنین، لذت ببرین، چون که واقعا تو این دوره ضبط ویدیو کارا خیلی سخته میدونم. اگه نخواین دنبال کنین، نخواین ساب کنین، نخواین کاری انجام بدین، واقعا درکتون میکنم. میدونم خیلی کار دارین این دوره امتحانای میان ترم. من خودم این ویدیویی که الان دارم میذارم اونجوری نیست که بگم هر روز فعالم، هر روز 30 تا ویدیو داریم دیگه. وعده الکی و دروغی نمیگم. یه روز ویدیو میذارم، یه روز نمیذارم. گفتم که من هدفم گرفتن کارم نیست، هدف من فقط دیده شدنه. یعنی اصلا نمیخوام که اونقدر مشهور بشم. سگه بمیر دیگه. ربی رود میکن. ای کیل دزد نامرد. من نوب نیستم ها. باگ که نه. آقا نوب که هستم. آها، در حد مثلا ای کسافت دیگه. نگاه کنین چجوری الان منو زد. منو پشتم. چیتره آقا. صافه نختم که شورتش بکنم. آقا جانم بک نزن. آقا بچه ها، من دیگه وعده ها هم که قرار بود بدم و ای درونش اومد. نمردم بدبخت. هدف من واقعا اونقدر دنبال کننده نیست و من نمی‌میسته که خیلی بخوام فوش بدم و سری از یوتیوبرها یا سنمایشون بالاتر و اینا. نه، حتی فوش و اینا هم نیستم. این خوش هم نمیاد فوش دارم. نه، حرکت جالبی نیستش. چیترای اگه میخوای میتونین کنار خانواده قشنگ با دقت ویدیوهای منو نگاه کنین. این چیتره. چی بگم، همین الان داشتم تعریف میکردم. داداش پشت من اومد. من تو این آی خدا بچه اول باختیم ولی اصلا مهم نیست. ویدیو رو لایک کنین، دنبال کنین و تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ.